از طعم اسپرسو خسته شدم، یه طعم متفاوت از قهوه میخوام. چه پیشنهاد میدی؟ بسته به ذائقه‌ای که دارین و اون نوت‌های طعمی که از قهوه میخواین، دانهای مختلف و دماوری‌های متفاوتی ها میتونم بهتون پیشنهاد بدم. حالا بسته به ذائقه‌ای که شما دارین میتونم قهوه‌های کامرشیال یا اقتصادی که نوت‌های طعمی بسته تری دارن، تلخی‌ها و گسی‌های بالایی دارن، اسپشیالیتی، تک خاستگاه و تک خاستگاهی اسکرین بالا که طعم‌های تقریبا فروتی و اسیدیت‌های بالا، ترشی‌های بالاتری دارن رو به صورت دماوری اسپرسو، V60، باترفلای V60، کالیتا، فرنچ پرس یا حتی ترکیش کافی بهتون پیشنهاد بدم. من ترشی‌ها و اسیدیتی‌های بالا رو دوست دارم. نظر شما کدومه؟ به نظر من قهوه‌های تک خاستگاه با دماوری‌هایی مثل باترفلای V60 بهترین انتخابه.